شطرنج چه بازیه؟ چگونه اختراع شده و چگونه انقدر میان مردم محبوب شده؟ اینا همه اون سوالاتی هستن که من در این ویدیو به اون پاسخ خواهم داد. اما قبلش لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید. بریم برای ادامه ویدیو. شطرنج یک بازی استراتژیکی نوبتی و 2 نفره است که روی صفحه شطرنج و با استفاده از مهره‌های شطرنج انجام می شود و هدف اصلی از این بازی مات کردن حریف است. این بازی از قرون گذشته تا کنون بازی می شود و یک از بازی‌های هوشمندانه و جذاب جهان به شمار می آید. در شطرنج بازیکنان باید از خلاقیت، منطق و شعوذت خود برای شکست دادن حریف استفاده کنند. بازی شطرنج بر روی صفحه مربع شکل با 64 خانه بازی می شود. در این بازی هر بازیکن با 16 مهره شروع می کند که شامل پادشاه، وزیر، 2 رخ، 2 فیل، 2 اسب و 8 پیاده می شود. رنگ مهره‌ها در بازی شطرنج به 2 بخش سیاه و سفید تقسیم می شود که رنگ سفید همیشه شروع کننده بازی است. حالا میخوام که قوانین بازی شطرنج برای شما بگم. 1. قرارگیری صفحه شطرنج. صفحه شطرنج 64 خانه دارد که 32 خانه سفید و 32 خانه دیگر سیاه رنگ هستند. همیشه خانه سمت راست بازیکن باید به رنگ سفید باشد. ستون‌ها با حروف انگلیسی و ردیف‌ها با اعداد نمایش داده می‌شوند. 2. ارزش مهره‌ها: سرباز 1، اسب 3، فیل 3، رخ 5، وزیر 9 و پادشاه بسیار ارزشمند. 3. حرکت مهره‌ها: سربازها به سمت جلو حرکت می‌کنند اما به صورت اوریب حمله می‌کنند. در حرکت اول می‌توانند 2 خانه به جلو حرکت کنند. اسب‌ها به صورت ال شکل حرکت می‌کنند. فیل‌ها در رنگ خود به صورت مورب حرکت می‌کنند. رخ‌ها به طور عمودی و افقی حرکت می‌کنند. وزیر می‌تواند به هر جهت حرکت کند. پادشاه تنها 1 خانه به هر جهت حرکت می‌کند. اینها قوانین اولیه بازی شطرنج هستند که اگر کسی می‌خواهد این بازی را به خوبی انجام داد و در آن موفق شود باید اینها را به خوبی بلد باشد. حالا می‌خوام از تاریخچه بازی شطرنج برای شما بگویم. شطرنج یکی از کهن‌ترین بازی‌های جهان به شما می‌آید و قدمت آن به بیش از 1000 سال می‌رسد. شطرنج در ابتدا با نام چاتورانگا در کشور هندوستان ابداع شد. چاتورانگا در ابتدا دارای 4 بخش نظامی به نام‌های پیاده نظام، سوار نظام، فیل سوار و عرابران می‌شد. این بازی از هند به ایران منتقل شد و در آن تغییرات اساسی ایجاد شد. سپس به اروپا منتقل گردید و در قرن 16 به شکل امروزی آن که می‌شناسیم تبدیل شد. از آن زمان تاکتیک‌ها و حرکات ویژه‌ای مانند حرکت قلعه، آن پاسان و ترفیع پیاده به بازی اضافه شد. شطرنج به 3 بخش: شروع بازی، وسط بازی و آخر بازی تقسیم می شود که در هر مرحله تاکتیک‌ها و استراتژی‌های متفاوتی به کار می‌روند. همچنین شطرنج انواع مختلفی دارند که من الان می‌خوام چند تا از آنها رو برای شما نام ببرم. 1. شطرنج استاندارد که با نام شطرنج کلاسیک نیز شناخته می‌شود. بازی معمولی که با زمان 10 تا 60 دقیقه انجام می‌شود. 2. شطرنج سریع، بازی‌هایی که زمان آنها از 10 دقیقه تا 6 ساعت یا بیشتر به طول می‌انجامند. 3. شطرنج برق‌آسا، بازی‌هایی که با زمان کمتر از 2 دقیقه انجام می‌شوند. همچنین انواع دیگری از شطرنج نیز وجود دارند که از شطرنج استاندارد مشتق یا الهام گرفتند. مسابقات شطرنج به چندین نوع تقسیم می‌شوند و هر کدام دارای قوانین و زمانبندی خاصی هستند. در ادامه برخی از آنها اشاره خواهم کرد. جام جهانی شطرنج: این مسابقات تک حذفی هستند و هر 2 سال یک بار توسط فدراسیون بین‌المللی شطرنج برگزار می‌شوند و در آن 128 بازیکن برتر از سراسر جهان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. المپیاد شطرنج: مسابقات تیمی هستند و هر 2 سال یک بار برگزار می‌شوند. در این مسابقات تیم‌های ملی از سراسر جهان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. مسابقات باشگاهی: این مسابقات در مناطق مختلف جهان به صورت پراکنده انجام می‌شود. بازی شطرنج پر از نابغه‌هایی است که من در اینجا میخوام چند از آنها رو برای شما نام ببرم. گری کاسپاروف: او از سن 22 سالگی به عنوان جوان‌ترین قهرمان شکست‌ناپذیر شطرنج جهان در سال 1985 حاکم بلامنازع دنیای شطرنج شد. او تا سال 2005 شماره 1 دنیای شطرنج باقی ماند. آناتولی کارپوف: او از سال 1975 تا 1985 و از سال 1993 و تا 1999 قهرمان جهان بود و در 160 تورنمنت به مقام نخست دست یافت. مگنوس کارلسن: او از قهرمانان نامدار شطرنج است
و در حال حاضر داره رتبه اول در رنکینگ جهانی شطرنج است. اگر به دنبال یادگیری بازی شطرنج هستید، من در اینجا میخوام 3 برنامه کاربردی رو به شما معرفی کنم که به شما در یادگیری این بازی بسیار کمک میکنند. chess.com این برنامه داره ویژگی‌های متنوعی برای تاکتیک‌ها، تحلیل بازی‌ها و بازی با دیگر بازیکنان است. لیچس یک برنامه رایگان با ویژگی‌های مشابه به chess.com که به شما امکان بازی با دیگر بازیکنان و حل تاکتیک‌ها را میدهد. پلی مگنوس این بازی به شما اجازه میدهد با مگنوس کارلسن بازی کنید و تاکتیک‌ها را تمرین کنید. این برنامه که من به شما تازه معرفی کردم خیلی در یادگیری شطرنج برای شما موثر هستند. حالا میخوام تا به طور مفصل برای شما درباره مهره‌های بازی شطرنج صحبت کنم. پیاده که با نام سرباز شناخته می‌شود، مهری است که در بازی شطرنج بیشترین تعداد دارد. هر بازیکن دارای 8 پیاده است که جلوی بقیه مهره‌ها قرار می‌گیرند. حرکت پیاده در بازی شطرنج به شکل زیر است. 1. حرکت اول پیاده می‌تواند در حرکت اول خود به انتخاب بازیکن یک خانه یا 2 خانه به سمت جلو حرکت کند. 2. حرکت‌های بعدی پیاده پس از حرکت اول پیاده فقط می‌تواند یک حرکت به سمت جلو حرکت کند. 3. حرکت‌های استثنایی پیاده. ارتقای پیاده اگر پیاده به ردیف آخر زمین حریف برسد، می‌تواند به مهره‌های وزیر، رخ، فیل و اسب تبدیل شود. آن پاسان اگر پیاده در حرکت اول حریف به 2 خانه به جلو حرکت کند و در کنار پیاده شما قرار گیرد، می‌توانید آن پاسان انجام دهید. اسب در بازی شطرنج هر بازیکن دارای 2 اسب است که بین رخ و فیل قرار می‌گیرند. اسب در حرکت‌های خود دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است. حرکت اسب می‌تواند 2 خانه حرکت عمودی و 1 خانه حرکت افقی، 2 خانه حرکت افقی و 1 خانه حرکت عمودی انجام دهد. این حرکت به شکل حرف L در الفبای لاتین بسیار شباهت دارد. آن پاسان اگر پیاده در حرکت اول حریف به 2 خانه به جلو حرکت کند و در کنار اسب شما قرار گیرد، می‌توانید آن پاسان انجام دهید. اسب تنها مهره‌ای است که می‌تواند از روی مهره‌های دیگر بپرد تا از خانه مبدأ به خانه مقصد برسد. این توانایی باعث می‌شود تا در موقعیت‌های بسته نسبت به مهره‌های دیگر کارایی بیشتری داشته باشد. فیل این مهره می‌تواند به طور نامحدود به طور مورب حرکت کند. هر یک از بازیکنان 2 فیل دارند که یکی بین شاه و اسب و دیگری بین وزیر و اسب قرار می‌گیرد. فیل مانند اسب 3 امتیاز ارزش دارد و قدرت حرکت آن را با اسب برابر می‌داند. رخ این مهره می‌تواند به طور نامحدود در طول و عرض صفحه شطرنج حرکت کند. هر یک از بازیکنان 2 رخ دارد که در گوشه‌های صفحه قرار می‌گیرند. ارزش نسبی رخ برابر با 5 میباشد که پس از وزیر و شاه ارزشمندترین مهره به شما میآید. وزیر این مهره در شطرنج قوی‌ترین مهره است که ترکیب از حرکت رخ و فیل و به نوعی شاه را با هم انجام میدهد. هر یک از بازیکنان 1 وزیر دارند و این مهره توانایی حرکت در هر جهت را دارد و میتواند به طور نامحدود در طول و عرض صفحه شطرنج حرکت کند. ارزش نسبی وزیر معمولاً کمی بیشتر از 1 رخ و کمی کمتر از 2 رخ برآورد میشود. پادشاه این مهره در شطرنج مهمترین مهره به شما میآید و جلوی ناپذیرترین مهره نیز است. اگر مورد حمله حریف قرار گیرد و در وضعیت کیش قرار گیرد و اگر نتوان کیش رو برطرف نمود، کیش و مات یا به اصطلاح کیش می شود یا مات یا به اصطلاح کیش و مات می شود و بازی با پیروزی حریف به پایان می رسد. شاه در هر حرکت خود می تواند 1 خانه به هر طرف حرکت کند. حالا میخوام که نام مهره‌های شطرنج رو به زبان انگلیسی برای شما بگم. سرباز پام، اسب نایت، فیل بیشاپ، رخ روک، وزیر کوین، پادشاه کینگ. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. لطفاً این ویدیو رو با دوستان خود به اشتراک بگذارید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً اون رو لایک کنید و کانال منم سابسکرایب کنید. یادتون نره که نظر خودتون هم درباره این ویدیو در بخش کامنت ها با من به اشتراک بگذارید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.